در گزارش مرکز تحقیقاتی TheSoufanGroup تعداد جنگیان تاجیکستانی در صف گروه تندگرای داعش 386 نفر گفته شده است. مرکز تحقیقاتی TheSoufanGroup قرارگاهش در نیویورک میگوید در نیم سال اخیر تعداد جنگیان خارجی که به گروه تندگرای داعش پیوستند دو برابر افزوده است. گزارش نوی این مرکز تحقیقاتی با نام جنگیان خارجی معلومات اخیر درباره موج جنگیان که وارد سوریه و عراق میشوند روز 7 دکبر در تورنمای TheSoufanGroup نشر شد. در این گزارش تاکید شده است فعلا در صف گروه داعش از 27 تا 31 هزار جنگی خارجی از 86 کشور جهان در اشتراک دارند. سال گذشته شماره جنگیان خارجی در صف‌های داعش حدود 12,000 نفر را تشکیل میداد. ضمناً بنا به اطلاع مقامات نهادهای قدرتی تاجیکستان بیش از 500 شهروند کشور به گروه داعش پیوسته برای اشتراک در جنگ‌های عراق و سوریه رفتند. طبق گزارش TheSoufanGroup همچنین از روسیه 2400 نفر، از ازبکستان 500 نفر، از قرقیزستان 500 نفر، از ترکمنستان 360 نفر و از قزاقستان 300 نفر و صف‌های داعش شامل شدند. در مجموع از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل 4,700 در صف‌های گروهی داعش در نبردها علیه نیروهای سوریه و عراق شرکت دارند.